درود بر شما دوستای عزیزم. امروز اومدم میخوام بهتون رنگ ساده روی موهای طبیعی رو آموزش بدم و نحوه انجام کار رو گام به گام براتون توضیح بدم. همراه من باشید تا آخر ویدیو. به جلسه آخر آموزش رنگ و لای دوره مبتدی خوش اومدید. تو این جلسه قراره به صورت عملی رنگ ساده روی موهای طبیعی رو یاد بگیرید. همونطور که میبینید موی مشتری عزیزمون یه موی طبیعی هست، یه موی نرم و نازکه که زود رنگ میگیره و رنگ پذیریش بالاه. ما موها رو به این صورت تقسیم بندی میکنیم، جلوی سر رو به 2 قسمت و پشت سر رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. من چون حجم موهاشون کم بود پشت سرشون رو به 4 قسمت تقسیم کردم. شما اگر دست‌تنهایید و دستیار ندارید و تنهایی کار انجام میدید، میتونید تقسیم بندیاتون رو به دستای کوچکتری تبدیل کنید تا کار براتون راحت تر بشه. من چون حجم موها کمه 4 قسمتش کردم و این قسمتی که توی دستم هست از 3 سانت مونده به ریشه شروع میکنم به رنگ زدن. چرا 3 سانت مونده به ریشه؟ واسه اینکه ریشه موها به پوست سر نزدیکتره و پوست سر گرمه و زودتر از هر جای دیگه‌ای رنگ میگیره. پس من 3 سانت مونده به ریشه رو رنگ میزنم به موها، تناب کشی میکنم و کامل به همه جای مو رنگو میرسونم. یادتون باشه که همیشه از پشت سر شروع کنید. من رنگ رو میزنم به موها، تناب کشی میکنم و بعد از اینکه کل مو رو به صورت یه جا رنگ زدم لایه به لایه‌اش میکنم تا مطمئن بشم به همه جای مو رنگ رسیده. همینطوری تو همین مرحله تا بالای سر و جلوی سر رو رنگ میزنم و اجازه میدم تا نیم ساعت تا 45 دقیقه این رنگ رو موها بمونه. چون مشتری عزیزمون نمیخواست با رنگ موهاش خیلی روشن بشه، یعنی فقط میخواست 1 تا 2 درجه موهاش روشن تر بشه، من 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر مکس ندادم. یعنی 20 دقیقه مکس دادم که پایین موها یک کم رنگ بگیره. بعد شروع کردم به رنگ زدن ریشه ها. حالا الان توی تصویر بهتون نشون میدم که چطوری ریشه موهاش رو رنگ زدم و از کجا شروع به کار کردم. تا این رنگ مو رو به بالا برسونم یه چند تا نکته رو باید بهتون بگم. نکته اول اینه که برای انجام رنگ ساده سعی کنید همیشه یه دستیار داشته باشید که یه سمت سر رو شما انجام بدید و یه سمت دیگر رو دستیارتون انجام بدید. چون وقتی دست تنها هستید و میخواید رنگ رو تا قسمت جلو پیش ببرید، قسمت های پایینی که زودتر رنگ زدید بهش قطعا رنگ میگیره و ممکنه از قسمت های جلوی روشن‌تر بشه. پس برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنید، شما میتونید بعد از اینکه حالا برای این مشتری عزیزمون 20 دقیقه بود، بعد 20 دقیقه تا نیم ساعت پایین موها که نزدیک به گردن هست رو چک کنید. اگر رنگ گرفت با یک کاسه آب سرد اون رنگ ها رو میتونید بشورید و خیالتون راحت بشه که تا قسمت های جلوی رنگ بگیره پشت رو شستید و از رنگ تمیز کردید و دیگه اون خاصیت رنگ پذیری رو نداره که بخواد مو روشن بشه. پس اینجوری به یک دست‌تر شدن موهاتون کمک میکنید. حالا سراغ ریشه موها میریم که بهتون گفته بودم. همونطور که میبینید اول دور تا دور سر و قسمت فرق وسط سر رو تا جلو بهش رنگ میزنیم و بعد موها رو لایه لایه میکنیم و سریع و تند نمیذاریم خیلی طول بکشه. سریع و تند کل سر رو ریشه هاش رو رنگ میزنیم و 10 دقیقه صبر میکنیم و بعد 10 دقیقه نهایتاً تا 1 ربع موها رو میشوریم. انتهای ویدیو نتیجه رو بهتون نشون میدم. قبل از اینکه به انتها برسیم، اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید که کلی ویدیوهای جذاب قرار براتون بذارم. ویدیو بعدی هم یه ترکیب رنگ برای پوشوندن موهای سفید قرار بهتون بگم. اینم از نتیجه زیبای کار رنگ ساده روی موهای طبیعی. همونطوری که تو تصویر میبینید رنگ قسمت ریشه و ساقا یک دسته. دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.